همون اوایل که خط رو شروع کرده بودم، وقتی مشقم رو به استاد نشون میدادم، همیشه یه مکسی میکرد و میگفت بیشتر مشق نقطه کن. برای من همیشه عجیب بود. نقطه؟ ما این همه حرف و اتصال داریم، هر کدوم با فرم و رقص خودشون. چرا باید بشینم و فقط نقطه مشق کنم؟ بعضی وقتها از لای اون همه کاغذی که دور و برش بود یه برگه در می آورد پر از نقطه و بعد با احترام از شاگردی می گفت که روزها فقط نقطه نوشته. راستشون روزا مشق کردن نقطه برام بی‌معنا و خسته کننده بود. اما حالا که سالها گذشته میفهمم چرا استاد چیزی میگفتن که من نمیفهمیدم. میفهمم که شاگرد بودن یعنی گوش دادن، نه جواب پس دادن. و نقطه نوشتن تمرین دیدن بود، تمرین صبر، تمرین فروتنی. امروز باز هم مشق نقطه میکنم، اما دیگه دنبال چرا نیستم، چون بعضی چراها فقط وقتی جوابشون میاد که تو دیگه نمیپرسیشون.